بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 11 است. اسم العزیز الله سبحانه و تعالی. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. خب، العزیز این صیغه مبالغه هست، از کلمه عز یعز و عزتا گرفته شده هست و این کلمه العزیز با معناهای مختلف میه. خود این کلمه اول به معنای عزت و اکرام میه. مثلا وقتی میگیم و اعززته، یک کس را عزت کردم، یعنی اکرمته و احببته، را اکرام کردم و را دوست داشتم. به معنای غلبه و قوت میه. العز في الأصل القوة والشدة والغلبة. عز، کلمه عزیز که از عز یعز عزا و عزتا، خود کلمه عز به معنای چی هست؟ قوت و شدت هست و به معنای غلبه هست. سوم به معنای بلندی و امتناع. العز والعزة الرفعة، بلندی، والامتناع و ممانعت. خب، اسم العزیز الله سبحانه و تعالی را چه قسم بشناسیم؟ در تعریفش میتونیم بگوییم که العزیز من اسماء الله الحسنى. العزیز یکی از نامهای نیک الله سبحانه و تعالی هست و یدل علی الذی، و دلالت میکنه به ذاتی که اول له العزة التامه، و ذاتی که عزت کامل داره. العزیز او ذاتی که دارای عزت کامل هست. دوم، والغلبة الکامله. العزیز ذاتی هست که دارای غلبه کامل است، یعنی بالای تمام مخلوقات با هر چیز غالب هست. ذات با عزت هست و ذاتی که غالب هست. والله غالب علی امره. الله غالب است بر امورش یا به کارهایش. لا یعجزه احد، هیچ کسی او را عاجز ساخته نمیتونه. ولا یماثله شیء، و چیز مثل از اون نیست. و هو الذی یعز من عباده من یشاء، ذاتی هست که عزت میده از بنده های خود هر کسی را بخواهد. خب، اول گفتیم که العزیز اسم از اسماء الله الحسنى هست. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز. در سوره حشر آیت 23. اسم عزیز الله سبحانه و تعالی با 5 مفهوم اساسی میه. 5 مفهوم اساسی رو باید وقتی که اسم عزیز میفهمی در عقیده و ذهنت باشه. اول، به ذات دلالت میکنه که عزت کامل داره، دارای عزت کامل هست. در سوره صافات آیت 180 پیدا بکنین. الله سبحانه و تعالی میگه سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سبحان، پاک است. ربک، رب تو، رب العزة، رب با عزت، عما یصفون، از آنچه که مشرکین و منافقین و کفار و مرتدین و انسانهای بیدین او رو توصیف میکنه که به عزت و جلال از او شایسته نباشه. از تمام از این توصیف های غلطی از اونا که اونا میکنن، رب با عزت تو چی است؟ پاک است. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. و سلام علی المرسلین، سلامتی هست بر مرسلین. چرا؟ یعنی مرسلین
سخنایشان سلامت است از عیب. چرا مرسلین پیغمبرا از کتاب منزل و وحی منزلی که الله خدا ذات با عظمت و ذات با عزت خدا معرفی کرده مطابق از این معرفی میکنه. اما دیگران از دل خود چیزهایی میگه که به جلال الله شایسته نمی باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام و سلامتی هست بر مرسلین، بر پیغمبرانی که الله را مطابق وحیش معرفی میکنن. والحمد لله رب العالمین. و حمد است یعنی تمام صفات کامل، صفات جلال و عظمت و کبریا بر از اوست. والحمد حمد. چی معنی حمد؟ یعنی تمام صفات با عظمت، با جلال، صفاتی که شایسته ذات از او هست او مخصوص از او هست. والحمد لله، چون او رب العالمین هست، خلق کننده و حفظ کننده و تقدیر کننده و تعیین کننده احکام برای عالمیان هست. پس اول فهمیدیم که العزیز یعنی ذاتی که بسیار با عزت هست. الله متعال میگه الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ابتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. سوره نساء آیت 139. کسانی که کافرها را دوست خود میگیرن، دشمنای الله را دوست خود میگیرن بغیر از مؤمنان، آیا هدفشان این هست که به نزد کافرها عزت است؟ از این خاطر او کافر را دوست خود میگیرن؟ الله متعال میگه فإن، پس یقین داشته باشین که العزت لله جمیعا، تمامی عزت که هست مخصوص الله هست. ای کافری بیدین، ای منافق، ای مشرک، ای مرتد ای عزت نداره. پس شما چرا رو دوستان میگیرین؟ علامه ابن منظور رحمه الله میگه که لله العزت جمیعا، الله تمامی عزت داره، ای یجمعها فی الدنیا والآخره، یعنی تمامی عزت دنیا و آخرت مربوط کی هست؟ الله هست، العزیز. عالم دیگه میگه العزیز هو الذی له العزت التامه. العزیز ذات هست که عزت کامل داره، والقوة الكامله، قوت کامل داره، فلا یعجزه شیء، هیچ چیزی او را عاجز کرده نمیتونه. پس فهمیدیم که الله العزیز است و العزیز اول ذاتی که بسیار با عزت است، عزت کامل و عزت مطلق و عزت دنیا و آخرت همش مربوط از او هست. بسیاری کسا هست مثلا در دنیا چند روز عزت داره لکن در آخرت ذلیل میشه. بعضی یک وقت عزت داره دیگر روز ذلیل است. یک کسی مثلا در قدرت است، مردم بسیار عزتش میکنن، از قدرت پایین افتاد بسیار ذلیل است، در مقابل مردم روی خود نشان داده نمیتونه. ما شما بسیار میبینیم. اما عزیز حقیقی که صاحب عزت ابدی هست، ازلی و ابدی، الله هست. ما شما یک عزت داریم او هم که الله بر ما نصیب میکنه با ایمان و با عقیده و با در غیر از ما شما بسیار ضعیف هستیم، ذلیل هستیم در مقابل یک مخلوق عاجز میمانیم. خب دوم وقتی که العزیز شناخت میگیم که العزیز ذات هست که دارای الغلبة الکامله، یعنی عزیز ذات هست که غلبه کامل داره، غالب است کاملا. كتب الله لأغلبن انا و رسولی.
الله میگه که الله نوشته هست، مقدر کرده است که من و پیغمبرایم غالب میشیم. این الله قوی عزیز. الله ذات قوی و العزیز ذات با عزت غالب هست. چه قسم ذات با عزت غالب؟ ذات با عزت غالب. علامه کسایی چی میگن و ابن انباری میگه العزیز القوی الغالب، قویه که غالب است. علامه طبری رحمه الله چی میگه؟ میگه العزیز الذي لا يمتنع عليه شيء الذي لا يمتنع عليه شيء اراده. عزیز ذاتی هست که هر چیز را که اراده بکنه در از او ممانعت کرده نمیشه. علامه بیضاوی رحمه الله چی میگه؟ العزیز الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد. چقدر علما زیبا همون فهم خودم میگن. میگه من عزیز این قسم فهمیدم که ذات هست که هیچ وقت مغلوب نمیشه و هیچ وقت ضعیف نمیشه با آن چیزی که اراده کرده. لا یقهر ولا یغلب. کسی که او را بالایش قهر کرده نمیتونه و غلبه کرده نمیتونه، سیطره کرده نمیتونه. هیچ وقت چیزی که اراده کنه ارادش نافذ است. علامه سعدی میگه که در تفسیر خود، یک عالم از تفسیر داره به نام تفسیر سعدی، نام تفسیرش تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان هست. عبدالرحمن ابن ناصر ابن عبدالله سعدی. این عالم بزرگوار میگه العزیز الذی قهر کل شیء. میگه عزیز ذات هست که مغلوب ساخته تمام مخلوقات، کلگی مغلوب است بر از او. و خضع له کل شیء. و هر کسی بر از او خضوع و عاجزی و تسلیمی دارن. کل ما تسلیم ذات عزیز هستیم. سوم، اول فهمیدیم که العزیز ذات با عزت هست. دوم، العزیز ذاتی که غالب هست، با عزت غالب. سوم، عزیز ذاتی هست که هیچ چیزی او را عاجز کرده نمیتونه. خلقت آسمان ها، خلقت زمین، ساختن آسمان ها، ساختن زمین، خلقت از اینا، خلقت انسان ها، قیامت، خلقت ملائکه، خلقت کهکشان ها، ملائکه، جن، انسان، هیچ مخلوق او را عاجز کرده نمیتونه. متوجه هستین؟ والله غالب علی امره. ذاتی هست که بر امور خود غالب هست. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. لكن اکثریت مردم نمیفهمند. سوره یوسف علیه السلام آیت 21. الله در امور خود غالب هست. علامه ابن کثیر میگه که العزیز الذی لا یعجزه شیء. العزیز ذاتی هست که هیچ چیزی او را عاجز کرده نمیتواند. و هو قادر علی کل شیء. و او بر هر چیز قدرتمند هست. علامه ابولیث سمرقندی چی میگه؟ میگه العزیز الذی لا یعجزه شیء اما اراد. هیچ چیزی از ارادش او را، چیزی که اراده بکنه هیچ چیزی او را عاجز کرده نمیتونه. علامه ابو سعود در تفسیر خودش میگه العزیز الذی او ذاتی هست که لا یغلبه شیء لیمنعه من انجاز وعده او تحقیق وعیده.
میگه العزیز او ذات با عظمت است که هیچ چیزی غالب شده نمیتونه بالای او که لیمنعه تا او را مانع شود از انجاز انجام دادن وعده هاش یا تحقیق وعیدش، سرزنش هایی که کرده. العزیز ذات با عزت، العزیز ذات غالب، العزیز ذاتی که هیچ چیزی او را عاجز ساخته نمیتونه. چهارم العزیز ذاتی که لا یماثله شیء، هیچ چیزی مثل از او نیست. هیچ. چرا؟ این مخلوق است. مخلوق است. مخلوق میتونه با امرای خالق شبیه باشه یا مثل باشه. انسانی که عقل داشته باشه هیچ وقت خالق با مخلوق تشبیه نمیکنه. وقتی که از افعال خالق سخن میگه هیچ وقت در ذهن خود مخلوق پیش نمیکنه. خالق با عظمت است، با عزت است، با قدرت است، هیچ چیزی رو عاجز کرده نمیتونه. هیچ چیزی مثل اون نیست، هیچ مشابهت. چرا؟ میتونه یک مخلوق عاجز مشابه باشه با ذات با عظمت ذوالجلال که خالق کائنات است؟ ابدا. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه که العزیز، میگه عزیز این قسم بشناسین، العزیز الذی لا یوجد مثله، او ذات با عزت غالب هست که مثل از او یافت نمیشه. یعنی واقعش مخلوق هستن. او ذات با عظمت است که هیچ مثل از او کسی نیست. مخلوق مثل از او شده نمیتونه. علامه ابن جبریل چی میگه؟ انه لا يعادله شيء و انه لا مثل له ولا نظیر. العزیز او ذات عزتمند غالب هست که هیچ چیز با او معادله و همسان شده نمیتونه. لا مثل له، مثل بر از او نیست، و نظیر هم بر از او نیست. پنجم چیزی که باید بفهمیم که العزیز الذی یعز من یشاء و یذل. الله سبحانه و تعالی العزیز او ذات با عزت غالبه که هیچ چیز او را عاجز کرده نمیتونه و مثل مانند نداره. او ذات با عظمت بنده های خدا که خواسته باشه عزت میده و اگر کسی را خواست را ذلیل میسازه. پس عزت و ذلت در قدرت و تصرف خالق متعال است. قل اللهم مالک الملک، بگو که یا الله تو مالک متصرف کائنات هستی. تؤتی الملک من تشاء، مالکیت و یا هم قدرت برای هر کسی تو میتی. و تنزع الملک من تشاء، و میگیری ملک از هر کسی که خواسته باشی. و تعز من تشاء، یا ذات با جلال و عظمت تو عزت میتی هر کسی را خواسته باشی. یا رب از توی عزت میخواییم و از ذلت دنیا و آخرت در حفظ پناهت ما نگهدار. و تعز من تشاء، یا الله تو عزت میتی هر کسی را که خواسته باشی. و تذل من تشاء، و ذلیل میسازی هر کسی را که بخوایی. بیدک الخیر، در دست و در قدرت تو هست نیکی ها. انک علی کل شیء قدیر، یا الله یقین داریم به که تو بر هر چیز قدرتمند هستی. امام طبری رحمه الله میگه که العزیز الذی لا یذل من نصره. عزیز او تو ذات با عزت غالب هست که ذلیل نمیسازه کسی که در نصرت دینش باشه. ولکنه یمنعه ممن اراده بالسوء، ولکن منع میکنه
کسی را که بر حضور دوست الله اراده غلط بکنه و الیه هجرته و سوی زوز هجرتش. پس فهمیدیم که الله العزیز است. العزیز یعنی ذات با عزت. العزیز یعنی ذاتی که غالب هست، دیگرها کلشان مغلوب هستند. العزیز ذاتی که هیچ چیزی او را در ارادش عاجز کرده نمیتواند. العزیز ذات با عزت غالبه که هیچ مخلوق، هیچ چیزی مثل و شبیه از او نیست. و العزیز ذات با عزت غالبه که به هر کس بخواه عزت میده و خصوصا به بنده های صادق و مخلص خود عزت نصیب میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.